وقتی که حضرت آدم و حوا در جنت بودن، الله در سوره اعراف آیه 21 میگوید و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان به آنها قسم میخورد که من به شما نصیحتگر هستم، من به شما نصیحت کرده ایستادم، الان شما بروید همون درختی که پروردگار نخور گفت از آن بخورید. و وقتی که نصیحت شیطان رو با قسمش گوش کردن، چه بلای بالای سری این پدر و مادر ما نآمد. اکنون ببینید که چه خیلی گفتم شیطان یک نصیحتی غمخوار می شود و انشالله کمی بعد میبینیم خصوصا در وقت غم و در وقت شادی ما و نصیحت هایی که از قلبتان به شما می آید، با فلانی اصلا دیگر صحبت نکن، صحبتی کردت کفایه است، دیدی چقدر ضررش رسید، بگذار نمازخوان باشد، اصلا با او صحبت نکن. یا اینکه چه میگوید شما خطاکارت میدونه، نه خطاگی تو نبود، اینجا خطاگی تو نیست، خطاگی دیگران است، تو در همین کبر غرور خود بیستا. یا از راه حرام کار میکنید، میگن این کار حرام نیست اصلا، ببین دیگرها میکنن، فلانی نمازخوان میکند که مگر او هم گناهگار است، نه نکن، نه دوام ده. ببینید که یک نصیحتگری خوب در عقل و در قلب ما هست، اگر آن را به ترازوی ایمان انداختیم میبینیم که نصیحت ها همش ضد نصیحت قرآن است، ضد نصیحت پیامبر است. برای همین نصیحت هایی که از قلبتان می آید و از عقلتان می آید و پیش از عمل کردن به اون نصیحت بگویید آیا این نصیحت را قرآن و سنت قبول دارد؟ آیا این نصیحت را پروردگار من قبول دارد؟ یا نصیحت همون دشمن من است که متاسفانه در قلب هاست؟ این چنین نصیحت های لشکرهای شیطان هم هست. شما نمیبینید خواهران عزیز، والله چقدر به من شخصا نصیحت میکنن، مسلم مگر شما کودک ندارید چیکار میکنید همین درس های یوتیوب رو؟ مگر شما شوهر ندارید؟ از پی زندگیتون شوید، از پی حیاتتون شوید، همین درس ها رو بمانید. زنهایی که شما درس میدید کی به شما غم خوردن؟ به نزدیکی شما رو این میکنیم آن میکنیم و چیکار میکنید؟ یک نصیحت ها هست که وقتی اون نصیحت ها رو به ترازوی ایمان میاندازی، تو باید کلا آدم دنیا شوی. برای همین حتی نصیحتی که انسان‌های مؤمن همیشه نصیحت‌های خوب میدن، ولی به هر حال چه خیلی گفتم لشکران شیطان در زمین هم کم نیستند. هر نصیحت را نباید شتابان عملی کرد. ببینید که این نصیحت آیا در ترازوی ایمان راست میگیرد یا راست نمیگیرد.